به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه تاجیک‌آباد با عریضه مرد 30 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2022 در حدود جماعت دیهات قلعه لب آب همین ناحیه شخص نامعلوم با رای پنهانی یک سر چهاره‌های کلان شاخدار را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 11,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 22 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه سینا با عریضه مرد 30 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 16 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 9:00 دقیقه هنگام در کوچه رامون نبیف شهر دوشنبه قرار داشتنش او را مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه زیر لطکوب قرار داده با طریق آشکارا و زورآوری از جیبش 4500 سامانی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A51 را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 6000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.